بالاشو میایم اینجوری قطعش میکنیم، بره کج صافش بکنید. اینو پیوند یکی از راحت ترین نوع پیوند است. خب ما اینو چاک میدیم از وسط. خب همینقدر کافی. ساقه ازش جدا میکنیم که بالای این ساقه حداقل 2 تا بند داشته باشه. اینم از اینجا میبریم، خیلی دراز نشه، 10 سانت، بین 7-8 سانت تا 10-12 سانت کافیه. این قسمت بندش میمونه بالا، پایین شما میتراشیم. دقیقا مثل یه اسکنه اینو باید درست بکنیم، مثل یه قلم. به خاطر همینه به این پیوند میگم پیوند اسکنه. ببینید یه نکته هم اینجا به شما بگم، این الان این پیوندک ما از این کوچیک‌تره، یعنی این پایه پیوند اون بزرگه. حالا این قسمتش هم خیلی بزرگه، اشکالی نداره. اگر با همچین چیزی مثلا مواجه شدید، پیوندکتون از پایه کوچیک‌تر بود، اشکال نداره، شما پیوندکتون رو بیارید به یه سمت، به یه گوشه که با پوست در تماس باشه. ببینید به این شکل. الان اون سمتش هم بهتون نشون میدم. خب این الان اینجا قشنگ جا خورد. همونطور که مشاهده میکنید ببینید این قسمتش خورده بازه، اشکالی نداره. حالا ترجیحاً شما پیوندکتون با پایتون اگه برابر باشه خیلی خوب میشه، ولی خب یه موقع از شما تنتون کلفته و پیوندک به اون کلفتی ندارید، اصلا پیوندک به اون کلفتی هم بخواید بزنید نمیگیره. به خاطر همین شما میتونید یه کار بکنید، 2 تا کوچیک میتونید بزنید، یه دونه این بغل یه دونه اون بغل، یا یه دونه تکی بزنید. این به مرور زمان اینجا کالوس میبنده، اینو پر میکنه، هیچ مشکلی نداره. حالا باید اینو بپیچیم. شما میتونید هم نوار چسب استفاده کنید، هم میتونید از تلفن یا از این پلاستیکای که بهش میگن نوار پیوند. دور اول رو قشنگ محکم بکشید که این شکاف قشنگ جمع بشه، یعنی بچسبه به پیوندکتون. بیاریدش تا بالا، روی پیوندک رو بپوشونید، بذارید اون رطوبتش حفظ بشه و تبخیر نشه. اگر چسب پیوند دارید یه نوع رنگه، میتونید روی این بزنید این شیرابش خارج نشه. اگر هم ندارید مهم نیست، همین پلاستیکی که روش میکشید کافیه. اینم پیوند لگسترومی که پارسال زدم، همونطور که میبینید اینم خیلی خوب گرفته، با نوار چسب زدم و خیلی هم عالی رشد کرده. فقط اینکه اینا رو هر از گاهی باید هرس بکنین که پرپشت بشه. اگر لگسترومه، درخت میوه هم هست که هیچی دیگه، میره شاخه میره بالا، بعد از مثلا 2 سال روشو بزنید که بذارید شاخه‌های منشعب بده. اگه رشدش خوبه به همون سال اول